ببخشید دکتر هستم؟ کدوم دکتر؟ ای چند تا دکتر داریم؟ بیمارستان اینجا همه دکترن. اسمشون رو بگیم. اسمشون چیزه خانم دکتر چیز با عمه کاظم دیگه. آهان خانم دکتر رحیمی رو میگیم. چجوری از رو اسم کاظم فامیل عمه‌شون رو فهمیدین؟ معمولا اگر کاظمی عمه دکتری داشته باشه فامیلشون رحیمی میشه. نیماها چی؟ نیماها عمه‌شون رو نمیدونم ولی معمولا عموشون جلال میشه. میشه خانم دکتر رو پیچ کنین؟ نه. خواهش میکنم. نه. خواهش میکنم همین یک بار. خیلی کارم واجبه. خانم دکتر رحیمی اطلاع. خانم ببخشید چرا شما وقتی پیج میکنید صداتون اینجوریه؟ چطوری؟ خانم دکتر دیگه پیج رحیمی. نمی‌کنم. ببخشید خانم ببخشید. دستتون رو ببرید بیرون. بله چشم. ببخشید. خانم چرا نیومدن؟ چون تو بیمارستان نیستن؟ واسه برای چی پیچ کردین؟ چون شما خواهش کردین. ای. خب الان خانم دکتر کجان؟ همین الان با یه آقای رفتن. آقای چه شکلی بود؟ درست ندیدم ولی اصلا شبیه شاهینا بودن. خودشه. خیلی ممنون. مرسی.